یکی ندارم کلومه و خدایی کاش کلومه. در کنار آقا میلاد فاضلی گل و آقا حامد شاهانی، دو تا از کارشناسای فوتبال حرفه‌ای 11 فوتبالیست حرفه‌ای ما که همه بازیکن‌های مطرح کشور هستن. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی. به نظر شانسی برای بردن دارید؟ فلک دادو فلک دادو فلک داد. پول برنامه‌تون چیه؟ ما برنامه‌مون اینه که ببریم بازی. اومدیم فقط ببریم. اومدیم ببازیم حقیقتا. پایه تر از این بچه‌ها کی 40 نفر اومدن راست میگه دیگه، پایه تر از اینا نداریم. خایمال افتخار دادن توی این بازی حضور پیدا کردن. رفلکس بدنی گلرمون رو دیدی؟ من 9 سالم بود 2 تا توپ بیشتر نداشتم. ولی وقتی توی فوتبال مملکتمون از مربی غیر بومی استفاده میشه، بعضیا برای به شهرت رسیدن راجع به من صحبت میکنن. پاسان میکنه، گل گل و خدایی کاش کلومه.